درود میگویم به شما بیننده‌های عزیز شبکه سفینه، چون همیشگی این وقت و ساعت پیشکش شما است برنامه نوبتی خونی تاجیکستان و ما امروز قرار داریم در خانه اپای عزیزمون مولوده. سلام علیکم بار دیگر. سلام علیکم، خوش آمدید. تشکری زیاد و من باوری کامل دارم که بیننده ها به صبرانه انتظارند و انتظارند که اپای مولوده امروز کدام خوراک ملی تاجیکی بالازد را آماده میکنند. من همه برنامه‌های خون تاجیکستان رو تماشا میکنم. سلامت باشم. ولی در همه برنامه‌ها قروتا، شکر رو همه این طعم‌های ملی رو دیدم و همین فطیر شوربایی که ما میکنیم همین رو من در برنامه خون تاجیکستان ندیدم. ندیدید و تصمیم گرفتم که همین خوراک عنعنوی ملی خودمان رو به تماشابینان پیشکش نمایم. خیلی خوب. فطیر شوربا یا خود باز یک نام دیگر گفتیم چی است؟ قلم شوربا. قلم شوربا. یعنی بیننده‌های عزیز فطیر شوربایی که هست معمولی باز این کمک دیگرگونه است، یعنی قلم شوربا میگویند. برای این خوراک چی لازم است؟ یعنی گفتیم که قلم شوربا و قلمه، چون همیشگی معمولا همین محصولات ها برای شوربای امروزه لازم میآیند، یعنی گوشت، کارتوشکا، سبزی، پیاز، کبودی ها و نخود. و یک نازکیش در اون است که چیکار میکنیم رو؟ به روغن. ما به روغن تیار میکنیم. گوشت ما هم باید روغن نداشته باشه. از کدام لحاظ؟ از آن لحاظی که قلم فطیر ما خودش در درونش یعنی روغن دارد. قلم فطیر روغن که هست، بله، برای همین ما گوشت رو به روغن میگیریم. خیلی خوب. بیننده‌های عزیز بار دیگر میگویم که در خانه اپای مولوده قرار داریم. امروز قلم فطیر آماده میکنند، یعنی انیقترش قلم شوربا و چون همیشگی سر اول محصولاتی که هست وارد دیگ میکنند. بعد از چند لحظه برمیگردیم و شروع میکنیم. این برنامه خونی تاجیکستان است از شبکه سفینه. ما رو همراه باشید. اگر شما از عهده پختن خوراک‌های قدیمی ملی میبرید و میخواهید که به دیگران مهارت و ملکه آشپزیتون رو نشان دهید، پس برنامه خونی تاجیکستان این امکانیت را برای شما فراهم می‌آورد. تلفن برای تماس 988 53 52 57. خونی تاجیکستان، ترغیبگر خوراک‌های لذیذ ملی. سر اول ما گوشت رو در دیگ تصفیه میاندازیم. بیننده عزیز بار دیگر میگم که به روغن. بله، به روغن گوشت رو اول میاندازیم. سببش در آن بود که سببش که خونی گوشت رو در دیگ تصفیه جبیده گیرد. باز یک نازکی دیگر هست کدون عزیز، باید که خب اون نفران که نمیدونن برای اونها فکر میکنم که یک مسئله خیلی مفید است. بله، خیلی عالی. خب واقعا هم بیننده‌های عزیز میبینیم که انمون خونه که در ترکیب انمین گوشت هست الکی جبیده میگیره، یعنی گرمی همین طور است. بله بله، گرمی دیگ جبیده میگیره. خیلی عالی. اونش خوب میشه، مزه شوربا دیگر خیلی میشود. خیلی عالی. برای که گوشت هم به روغن است. درست. اون نفرانی که تازه به شبکه سفینه پیوستن، بیننده‌های عزیز بار دیگر میگویم که شما برنامه خونی تاجیکستان رو تماشا دارید و هدف از تشکیل این برنامه از گفتیم اعلام گردیدن سالهای 2019 2021 از 19 تا 21 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی است. از همین لحاظ هدف اساسی برنامه خونی تاجیکستان است این زنده نگاه داشتن خوراک‌های ملی تاجیکی از خوراک‌های خیلی بالازت تاجیکی. تا اون دمی که گفتیم اون نفرانی که نوکک به شبکه ما پیوستند، گفتیم که امروز یک خوراک بسیار بالازت آماده میکنند. اپای مولوده این هم باشد شوربا، یعنی فطیر شوربا و دیگر خب نام گیریم اگر قلم شوربا، یعنی کمک باز فرقیت دارد. دیدید که الکی گوشت تیار شد. الکی تیار شده؟ خون گوشت الکی جبیده گرفته شد. ببینید رنگ گوشت هم دیگر میشود. خیلی درست. از نواربردار خواهش میکنم از نواربردار ما از نزدیک نشون دهید و بیننده و زیرا بینید که الکی خوب جبیده گرفته شد. خب بعد از اونی که پوره آماده شد چی رو میاندازیم؟ آب رو میاندازیم. بسم الله. یعنی در اکثر خوراک‌ها بیننده‌های عزیز پیش از همه آب رو میاندازند، روغن رو میاندازند. در اول شده امروز اپای مولوده اول شده گوشت رو وارد دیگ کردم و بعدا نخود رو
ما آب خون گوشت رو که جبیده گیرید الکه آب رو که انداختیم در برابر این ما الکه نخود رو هم میاندازیم. یعنی زودکای نخود. نخود رو ما یک شب اگر تیار یک کردن شب خودشون روز یک شب روز تر کرده است برای که برابر پزند هم مزه یک دیگر نشود. بعد اگر ما شب تر کرده مانیم نخود و خون گوشت جبیده گیرد رنگ شوربای ما بسیار خوشرو می شود. خیلی عالی، خیلی عالی. من فکر میکنم دوستان عزیز که خب همه ما خوردیم استعمال کردیم شوربا رو، ولی بعضا وقت میبینیم که شوربا بسیار بولذت است در یگون خب چورابینی که در خانه آماده میکنند، خب در یگون معرکه و من باوری کامل دارم که امروز اپای مولده یک قلمه شوربای بسیار بولذت آماده میکنم. الکی خب احساس میشود همین بولذگی، یعنی لذتی بلند داشتن. پیاز رو زودکک میاندازیم. زود ریزه میکنیم. بله. خیلی عالی، خیلی خوب. خب گفتیم که سال 2018 چون سال هنرهای نکرد همین طور است. بله بله. پیشوای ملت پرزیدنت محترممون امام علی رحمان اعلان کردند سالهای 2019 21 روز سالهای رشد دهات و هنرهای مردمی، سیاحی و هنرهای مردمی. چگونه است؟ یعنی این من فکر میکنم که یک تکون میدهد، یک وادار میکند خب مردم رو و همون نفران تجربه دار رو که چونین هنرهای ملی خاصتا خوراک‌های ملی رو خب نشون دهد، آموزانند به جوانان به نسل نورسی که خب اکنون با زندگی مستقلانه قدم می‌زنند. همین طور است؟ بله. اکنون به شما یک چی گویم، یک سال کفایگی نمی‌کند. درست. برای هنرهای مردمی رو ما نشان دادن، برای که مردم ما که حالا تیار نبودن به این الکی در یک سال خیلی یاد گرفتن. الان در این 3 سال دیگر هم رشد دهات، هم سیاحت هنرهای مردمی و هم سیاحی رشد می‌یابد. اکنون سیاحان میتوانند به دهه‌ها بیان از خوراک‌های ملی ما بشوند. اکنون ما میتوانیم با هنرهای ملی خودمان وقتی با سیاحان آمدن از خوراک‌های ما چشیده کنند و لذتی رو بینند و هم زندگی خود رو ما پیش برده میتوانیم. درست است. اکنون هنرهای مردمی داریم، ما میدوزیم، کرتا دوزی دارند، گل دوزی دارند، کلین ها میکنند، مناجم پیر بافی میکنند. این بسیار خوب است، اقدام خوبی سرور دولت است برای ما. خیلی خوب. بیننده عزیز، شاید بعضی شما نیز اکثریت شما نیز خب فکر میکنند که همین نامگوی خوراک‌های ملی تاجیکی بسیار محدود است. من تا آغاز همین برنامه که از فکر میکنم که یک 50 شماره پیشنهاد شد، من فکر میکردم که یک محدود از خوراک‌های ملی آش است، مثلا آش پلو، قورتاب، شکراب، ولی وقتی که ما برنامه رو با گروه جدی پیشنهاد کردیم از پای همون آماده کردن و جستن خوراک‌های ملی شدیم، در حقیقت من در خود کشف کردم که به نهایت زیاد از خوراک‌های ملی تاجیکی به نهایت زیادند و من فکر میکنم که همون چند شماره برنامه خانه تاجیکستان رو شما دیدید، این از همون 100 شاید 10 یا 12% است که ما پیشنهاد شما کردیم. از همین لحاظ خوراک‌های ملی تاجیکی بالذت‌ترین خوراک است و این را شما فکر نکنید که من تعریف کرده ایستادم. نه، در حقیقت وقتی که آن رو نفری که تجربه دارد آماده کند، ببینید چگونه لذت دارد. با مانندی اپای مولوده. ولی اکنون خوراک‌های ملی ما فقط در یک صبحانه گیریم: شیر برنج، بله، ارد بریان، اوتله سفیدک، اوتله کوچی، شیر با تخم، شیر با تخم، شیر با روغن، شیر کدو. اینا ببینید فقط ما در نهار الکی میدانستگی من قطعی حلوای تر ما داریم. الان قریب 10 نمود، فقط زیاده از 10 نمود است که ما فقط اینو در صبحانه استفاده میبریم. اکنون در خوراک‌های نصف روزی باشد ما زیاد داریم: شکر، قورتاب، با هر یک چیز، شکر یا قورتاب با زینه‌های خودش دارد، طرز تیار کردن خودش رو دارد. طرز تیار کردن خود رو دارد، در منطقه‌های گوناگون دیگرگونه آماده میکنند. خیلی عالی، خیلی عالی. اکنون آب ما که به جوشیدن در اومد، آغاز شد به جوشیدن. همین گوشت ما یک بار که جوشید الکی، ما سبزی رو با پیاز الکی همراه میکنیم. سبزی، پیاز و کارتوشکا رو دیرتر. کارتوشکا رو دیرتر. اکنون ما حاضر آب ما که جوشید، ببینید الکی روشن است. بله. رنگ نخود هم نمیبراید، رنگ گوشت هم. برای که خون قاق شده است.
об ҳамин хеле соф мемонад. барои ҳамин мо инро дар ин вай меандозем. сабзиро вақте ки ҷӯшид як маротиба ҷӯшид сабзиро бо пиёз ҳамроҳ мекунем ин ҷӯшида меистад ва ҳамроҳ меравем ба тайёр кардани қалами фатир. خیلی خوب دوستان عزیز مختصر گفتن در پای مولودا با من سوداکا گفتم میگذارم یعنی اول در دیگه تفسون گوشت رو اول انداختن و اون کمک که نمی یا خود خونی یعنی گوشت رو گرفتن بله دیگه تسبون گرفت و بعد از وای آب رو انداختن بعد از وای نخود رو انداختن اکنون میبینیم که کمک با جوشیدن آغاز کرده است بعد از اون چیکار میکنیم ما سبزی رو میاندازیم و پیاز رو خب در چند نفره که چند کدبانو چند آشپزی که من سوال رو دادم گفتن که همین خوراک لذیذ بودن خوراک از بسیار محصولات و از محصولات‌های گوناگون بودن و چقدر محصولات زیاد باشد و سرگوش باشد اون نیست یعنی باید که هر یک بانو هر یک نفر فرق ندارد او مرد باشه یا زن باشد با یک صمیمیت با یک مهر با یک محبت همین خوراک رو آماده کند حتما که خوراک با لذت میآید و حتما که اون نفرانی که استعمال میکنن اون خوراک رو چی است تابی دلشون خواهد بود و نصیبشون میکنن با قولی همین طور است البته خوراک پختن اصلا هم بسم الله گفته سر میکنید با مهر که سر کردید تازه کردید همه چیز رو باید که پیش از همه دیگه شما تازه باشد محصولات ها استفاده میبرده اگر هم تازه باشد همه این رو که شما تازه کردید الکی در همون خوراک یک مهر و محبت و یک مزه و لذت خودش رو دارد درست است اکنون گپ در بین نیست که خوراک چقدر مسئله زیاد داشته باشد بله محصولات ببینید چقدر از دو چیزک شکراب میکنیم از یک برده نان و یک آب و پیاز و گشنیج ببینید که چقدر لذت خودش رو دارد همه چی لذت خودش رو دارد البته اگر شما از عهده پختن خوراک‌های قدیمی ملی میبرید و میخواهید که به دیگران مهارت و ملکه آشپزیتون را نشان دهید پس برنامه خانه تاجیکستان این امکانیت را برای شما فراهم می‌آورد تلفن برای تماس 988 53 52 57 خانه تاجیکستان ترغیبگر خوراک‌های لذیذ ملی اکنون همون لحظه گفتن که پای مولودا باید که جوشد بعداً کارتوشکا رو اندازیم فرا رسید چیکار میکنیم کارتوشکا مونده است خلاص یا اینکه یگون چیزی نه کارتوشکا مونده است خلاص الان شوربای با پورا جوشید خب پورا جوشید ما اکنون کارتوشکا رو میگیریم و دیگه ما میاندازیم نمک رو بیاندازیم یک چیز دیگر رو به شما من گویم که وقتی که ما گوشت رو در دیگه تصفون قاق میکنیم روی گوشتی که خف میکند نمیکند همین دیگر بله یعنی الکای و گم میشود گم میشود الکای گم میشود دیگر ببینید روی شوربا ما چقدر صاف است بله و اگر ما نخود رو شب تر کرده مونیم دیگر رنگ نخود هم در شوربا نمیبراید خیلی خوب شوربا صاف و پهریزی میشود باور کنید دوستان عزیز ببینید که چگونه صاف است یعنی شوربای بسیار دلکش است خیلی عالی دوستان عزیز پورا آماده شد یعنی پورا نه 90% آماده شد شوربای ما الکی چند دقیقه میجوشد پورا آماده میشد و ما چیکار میکنیم اکنون زینه دوم با رفتار فطیر شوربا فطیر تیار کردن فطیر رو بله واقعا هم دوستان عزیز من نیز با احساسات داده شدم پای عزیزم مولودا بانو نیز با احساسات داده شده است یعنی این معنی آن را دارد که خوراک ما بسیار با لذت میآید اکنون میرویم با نزد خوب تنور و میچسبانند همون فطیر یا خود قلم فطیر را بعد از چند لحظه برمیگردیم برو همراه باشید
акнун дӯстони азиз билохира омода шуд ҳам шӯрбо ва ҳам қалама фатир ё худ фатири қабатӣ ё худ фатири қатқат. Он нафаре ки навакак ба шабакаи Сафина пайваст, бори дигар мегӯям ки қарор дорем дар хонаи апай Мавлуда ва имрӯз омода кардан барои мо хоб шӯрбои бисёр болаззат аст. Гуфтанд ки қалама шӯрбо ё фатир шӯрбо. Аллакай бинед ки чӣ гуна як зебогӣ ва як бӯи лазизе дорад ва дар шӯрбо гуфтан равған наандохтан ба хотир ки фатири мо чи аст? Равғанин аст ва ман хеле олӣ, яъне тарзи майда карда реза кардан махсус буд майда реза мекунем. Майда барое ки хурданаш иҷозат бошам ман ба шумо кӯмак кунам. марҳамат. Саломат бошанд. ва воқеан ҳам дӯстони азиз, бори дигар ман ба исрор мегӯям ки хӯрокҳои миллӣ маззату лаззати худашро дорад. маззаву лаззати худашро дорад. ҳеҷ як хӯроки аврупоӣ, амрикоӣ ана ба хӯроки тоҷикӣ намебарояд. Инро ман бори дигар ба шумо мегӯям дӯстони азиз. шояд баъзеҳо бигӯянд ки не якун хӯрокҳое ҳаст ки воқеан ҳам болаззат. Бале, лазиз ҳастанд. Ман инкор намекунам. хӯрокҳои лазиз доранд кишварҳои гуногун, хӯрокҳои миллияшон. Вале хӯрокҳои тоҷикии миллӣ ба дараҷаи олӣ аст. Зеро хӯрокҳои миллии тоҷикиро модари тоҷик омода мекунад. Бо як ҷаҳон меҳру муҳаббат, самимият ва бо анамон дастони моҳиру пурҳунараш. Аз ҳамин лиҳоз ҷое ки хӯрокро модар омода мекунад, онҷо ҷои гап нест дигар. баъд аз чанд лаҳза омода мешавад. реза кунед ҷамшид ҷон, реза кунед. барое ки ин шӯрбо хеле болаззат аст. Болаззат аст? бо хурданаш сер намешавед. саломат бошанд. боварии комил дорам ки бинандаҳои азиз аллакай гуфта истодааст ки акнун ҷамшед фақат хӯрокҳои бисёр лазиз истеъмол мекунад. бале, дуруст мегӯед. хӯрокро мечашем, ба шумо мегӯем ки чӣ гуна лаззат дорад, чӣ гуна мазза дорад ва шумо низ омода кунед дар хонаатон. кифоя аст. кифоя. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. бинандаҳои азиз, фатири қатқат ё худ қалама фатирро пурра реза кардем, майда кардем ва акнун чӣ кор мекунем? лаҳзаи фаро расидааст ки онро мекашем. шӯрборо мекашем. шӯрбои поинтар кунед ҷамшид кори ҷон, камакак калон. ки майлаш акун ба сӯи дастархон бисмилло гуфта меравем. ташаккури зиёд дӯстони азиз. билохира омода шуд фатир шӯрбо ё худ қалама шӯрбое ки апай Мавлуда омода карданд. баъд аз чанд лаҳза вомехӯрем дар сари дастурхон ва бо ҳамроҳии апай азизам мечашем ва ба шумо мегӯем ки чӣ гуна мазза ва чӣ гуна лаззат дорад қалама шӯрбо ё худ фатир шӯрбое ки омода карданд. баъд аз чанд лаҳза бармегардем. агар шумо аз уҳдаи пухтани хӯрокҳои қадимаи миллӣ мебароед ва мехоҳед ки ба дигарон маҳорату малакаи ошпазиятонро нишон диҳед, пас барномаи Хони Тоҷикистон ин имкониятро барои шумо фароҳам меорад.
телефон барои тамос 988 53 52 57. خوانی تاجیکستان، ترغیبگر خوراک‌های لذیذ ملی. دوستان عزیز، شما میگویم اپای عزیز و مهربانم. خب من فکر میکنم که باریدها میگویم، بارها گفته بودم، باز تکرار میکنم که وقتی که مادر تاجیک خوراک را آماده میکند میپزد، اکنون دیگر سخن نیست، زیرا والاترین و بالذت ترین خوراک ها است. باوری کامل دارم بینندگان عزیز که شما نیز در خانه‌تان آماده میکنید این خوراک را و برای اهل و عائله، برای فرزندان آماده میکنید، استعمال میکنند و باز برای رشد هنرهای مردمی خاصتا از بین رفتن خوراک‌های ملی تاجیکی سهمگذار خواهد شد. من از شما بسیار سپاس میکنم. بسیار خوراک بالذت. سلام آش شود. تشکر بسیار. بینندگان عزیز، اینجا باشد برنامه نوبتی خون تاجیکستان با آخر میرسد. تا دیدار نوبتی همیشه سالم و بردم بمانید، خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید و همیشه خوراک‌های ملی، خوراک‌های لذیذ تاجیکی را استعمال نمایید. خیر دوستان، تا بازدید. سلامت باشید. تشکر زیاد.